به این خاطر برادر عزیز بزرگوار خواهش میکنم که حرکت کنی، اهل نماز باش، به نمازی ننویس، ما را غمگین نکن، ما دلی ما را زیغ نکن، ما نمیخوایم تو دوزخ برای. به نمازی تو همیشه که جنت قبول نداره، میخوای دوزخ برای، ما نمیخوایم تو دوزختی باشی. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار خواهش میکنم که کدام نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، عیب و گناه تا آشکار نکده بین مردم. از خدا بترس، توبه کن، رو به نماز بیار. نماز عبادتی است که در یگان حالت صورت از گردن من و شما ساقی نمیشه برادر. امر خدا امر میکنه که سجده کن، صاحبت، مولاد، آفریدگار، کردگار، ذاتی که در ملکش زندگی داری، از نعمتاش استفاده می، آخر نزدش میروی. همون ذات را امر داره که سجده کن، تو سجدش نمیکنی. این بی‌نمازی خیلی پستیه برادر عزیز. متاسفانه امروز گناه تعریف شده است. دادر محترم، خواهش میکنم از من خفه نشید.